یک بزرگ در فضیلت رفیق یک گپ دارد. دوست رفیقان دوستان 10 گروهند که هر یک در مسیر امتحانند. گروه صورتک در چهره دارند، به ظاهر دوست اما دشمنانند. گروه وقت حاجت خواب بوسند ولی در وقت خدمت ها نهانند. گروه خیر و شر در فعلشان نیست، نه زحمت بخش و نه راحت رسانند. گروه دیدن ناپاکند، گوش دار، نگاه خود به هر سو می دوانند. به این قسمتان ننگ جهان باد که چون خوکند بل بدتر از آنند. ولی یاران همدل از ره لطف به هر حالت که باشد مهربانند. رفیقان را درون جان نگهدار، رفیقان را درون جان نگهدار که آنها پربهاتر از جهانند. و فکرم در همین گروه داخل می شد. خدا رحمت کند جوربیک نظری. من سخنگویان را دیدم از رفیقاش. آرتیق قادر سخنگوی ناتکرارم. میخواستم که خاطرشان یک به حرکت بیارند و شهریار جو شد. شهریار و بچه ها قطعی هم مسئولیت کردیم که معرکه استاد باید که فرهنگی بگذارد، لحظه هم باشد فرهنگی. من سخن و استاد آرتیق قادر میتیم یک چیز از مولانا به یادشان برسه و سمع ما و شما برسانم. بفرمایید. نام آن که هستی نام از اویا خلق گردیش زمین آرام از اویا. حاجبای عزیز، در حضور شما صحبت کردن اعمال گستاخی است. بعد از شما، بعد از صحبت‌هایی اینقدر سرشار از حکمت است، سرشار از معنی است و از دل سرچشمه میگیرد، به دلها میرود، اثر میکند. حلالتان با سلامت باشه. کار داریم که همین گونه گنج‌های بی‌بها داریم و امروز وقتی به چهره پرنور و زیبای نورانی استاد جلالبک نظری می‌نگریم، صد افسوس باید روبایی خیام بزرگ می‌خواهیم تعالی بخشید پیوندان و نزدیکان باشه. ای چرخ، اما خرابی از کینه تو، بیدادگری شیوه دیرینه تو. وی خاک اگر سینه تو بیشکافند، بس گوهری بی بها که در سینه تو. من شرفمند بودم که از ایام جوانی هم با استاد جلالبک نظری هم نشست و هم صحبت بودم و اولین قدم های من در صحنه هنر در برنامه های هنری استاد جلالبک نظری بود. من اون سالها شاهد بودم که چهل مردم عاشقانه چقدر تشنه جان حرکت میکردم که به برنامه های استاد جلالبک نظری راه یابم. چون زیاد مردم بیرون در میماندن، افسوس میخوردم. چون برنامه هنری استاد سرشار از معنی بود.
سرشار از حکمت بود. هرچی میخواندن دانستن، فهمیده، درک کرده میخواندن. روی صحنه که میآمدن تالار پر از فضیلت و پر از معنی میشد. پند و دستورهای ارائه میکردن. در هوای آهنگهای بسیار جذاب، معنیهای بسیار بیک ترنم میشدن. طوری که اینجا پیرم گفتم بار اول مولانا را، کلام مولانا را در ترانه ها و چکامه های استاد جلال‌بگ نظری شنیدیم، احساس کردیم و قدر مرد ظریف و قدر نورانی، قدر صحبت‌هایشان گرم بود که اگر ساعت‌ها هم در صحبتشان می‌نشستیم هیچ احساس خستگی نمی‌کردیم. اینقدر خاطرات رنگین داشتن از بزرگواران، از استادان فضل و ادب ما مثل باقر رحیم زاده و میرزا فروززاده و ناصر جان معصومی و دیگر بزرگان فضل و ادب ما دردانه‌های را برای ما نقل می‌کردند، قصه می‌کردند و بسیار یک فضیلت جوانمردی داشتم. همیشه حق پرست، حق گو بودم. در هر مورد حق تلاشی میکردم. برای جایگاه و مقام علم و فضل و فرهنگ و ادب تلاش میکردم. برای ننگ و ناموس، برای افتخار ملی و آخرین برنامه هنریشان که همه ما و شما شاهد بودیم، به اختیار و با یاد همون روزهای نیک بود که اهل فرهنگ و ادب چگونه همت داشتن از جانب جامعه هم قدر و عرضگزاری می‌شدن. صد دریغ که امروز یک دنیای فضل و حکمت با پیکر استاد گرامی ما زیر خواب رفت، ولی خوش به حال چنین مرد، چنین جوانمردی که بازم در نوارها، در ثبتها که باقی مانده است، باز هم آثار بسیار پرمایه و بسیار گران قدرشان، گران ارزششان برای تربیت اخلاقی و معنوی جامعه ما خدمت میکنند. باز هم ما هشدار میدهد که خودشناس باشیم. باز هم هشدار میدهد که گذشته پر افتخارمان را دانیم، به قدر یکدیگر رسیم. در این روزگار نابسامان، در این روزگار پر از شور و شر، هر یک لحظه غنیمت شماریم، قدر یکدیگر را شناسیم. بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز همدیگر نمانیم. چو مومن آیین مومن یقین شد، چرا با آیین ما روگرانیم؟ کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق همدیگر نخوانیم؟ غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم؟ گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهید بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون همانیم. بیا تا قدر همدیگر بدانیم، که تا ناگه به همدیگر نمانیم. یادتان بخوام همه استادا که ما ای حضورشون استفاده کردم، گویا که
از زبان همه استادای اینجا یک اظهار تسلیت کردن، فرزندان همه یار و دوستان همدردی بیان کردن. یک دو تا اکا قرآن بخون، اکای شادی از دنیا گذشتگی است. امان اکا، هادی شادی و هادی از طریق تلویزیون میدیده ها، اما امانکه از دنیا گذشتگی هستند. اکی اینا جنازه در باید حضور بوردن، انا چی کنید یک دو تا اکا میخوام باشم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.